مقامات میگویند که دو جوانی که مهمه سال جاری میخواستند به بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه جلال‌الدین بلخی حمله کنند اعتراف کردند که به خاطر قصاص این عمل را انجام دادنی بودند. یکی از این جوانان پسر کارمند پیشین پلیس بود که بعدی بازداشت ماشینش از طرف همکاران سابق پدرش به خشم آمده و خواست آنها را مجازات کند. در این باره عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی روز 27 ایول به خبرنگاران گزارش داد. وقتی که اونها را میپرسند همه چی قصداً شدگی، اون رنگ نقشوی، این قدم در وقتی در موجودات مهنتی بودن نسبت علاوه زدن خیلی واگن‌ها را کار برآوردن یک گروه آدم‌ها این در همون شهر روسیه دیدگی بوده است. عبیدالله فیض‌الله گفت طالب جان یوسپوف پسر کارمند سابقه دار میلیسه برای قصاص همکاران پیشینی پدرش در پیاده کردن این عمل دوستش عثمان بخاریف را نیز جلب کرده است. با گفته رئیس ناحیه کارمندان میلیسه ماشین سبکرو این جوان را که غیر قانونی نشانه های شیشه های سیاه داشت اولی مهمه بازداشت کردند. هنگام بازداشت ماشین این جوان از کارمندان سابق پدرش خواهش کرده است که خاطر بینی کنند و ماشین را به توقفگاه نبرند، اما پلیس خواهش این را رد کرده است. با گفته رئیس ناحیه پدرش نیز خواهش او برای بیرون آوردن ماشین از توقفگاه را قبول نکرده است که این قهر یوسپوف را بیشتر کرده است. ضمناً رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی عضو داعش بودن این دو جوان را که قبلا تخمین زده میشد رد کرد. مهمه مقامات انتظامی تاجیکستان یوسپوف 20 ساله و عثمان بخاری 18 ساله را با اتهام تلاش ترکیدن بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه جلال‌الدین بلخی بازداشت کردند. ضمن بازداشت از آنها ظرف‌های شیشگین پر از مواد سوزشواری پیدا گردید. این دو جوان روز 19 می سال روان قبل از انجام عملشان در مرکز ناحیه جلال‌الدین بلخی بازداشت شدند. پرونده ای دو جوان را دادستان ولایت ختلان تحقیق می کند. در حال حاضر علیه عثمان بخاریف بر پایه 2 ماده و در نسبت طالب جان یوسپوف بر اساس 4 ماده کادکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. عثمان بخاریف خواننده مکتب رقم 1 در مرکز ناحیه جلال‌الدین بلخی بوده. طالب جان یوسپوف چند سال پیش مکتب را ختم کرده است. ماشینی که در بینای شعبه کارهای داخلی نگاه داشته میشد به طالب جان یوسپوف تعلق داشته است.